إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله. در موضوع سنت خواندن پیش از نماز جمعه آیا یگم حدیث ثابت شده است یا نه؟ در حقیقت این حدیث که ثابت شده هست روایت کرده هستند و در سندش قول هست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم که پیش از جمعه نماز خوانده باشند حدیث هست و در این باره سندهاش زیاد هست. بالاخره اون حدیث را چی میگن؟ حسن میگن. و همون مردهایی که در آنها صحبت کرده هستند که اون ضعیف هست یا اینکه صحیح هست، این از طریق حضرت علی رضی الله عنه روایت است که میگه بدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز میخواندن پیش از جمعه 4 رکعت و بعد جمعه 4 رکعت و سلام میدن در آخر. این روایت طبرانی کرده هست در اوسطش، زیلعی هم ذکر کرده است و ابن حجر اسقلانی در این باره صحبت کرده هستند. خلاصه گپ که همونجا محمد ابن عبدالرحمن السهمی را و همون ضعیف است میگه، نزد بخاری ضعیفش گفته هستند و در حقیقت محمد ابن عبدالرحمن همین که مثلا در همون سند در همون سلسله حدیثی که ضعف هست، ابن عدی میگه که ابن عدی کی یگان باکی ندارد حدیثیونی که لا بأس بهش میگن، در مصطلح الحدیث همیست که لا بأس به کشید اون حدیث حسن میشود. و ابن حبان باشد همون محمد ابن عبدالرحمن سهمی را از جمله ثقاتش میگد، یعنی که این حدیثی که حضرت علی گفته است که بد رسول خدا صلی الله علیه و نماز میخونند پیش از جمعه 4 رکعت و بعد جمعه 4 رکعت، یعنی که از طریق ابن، اگر از بگیم که ابن حبان، این بگیم در نزد ابن حبان صحیح میبرد، ابن عدی ده حسن میبرد این حدیث. و ابن حجر از قبل در این سکوت کرده است، یک قاعدهش همی است که وقتی سکوت کی باشد اون معنای حسن بدن هست غالبا در نزد ابن حجر اسقلانی. بالاخره مولا علی قاری در میقات میفرماید که با تحقیق میگه اومده است با سند جید اومده است و حافظ عراقی میگه که بیشک علیه السلام پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله نماز میخوندن 4 رکعت پیش از جمعه. در حقیقت اگر بعضی نزد نفرها اگر این ضعف داشته باشد، اما از طریق ابن عدی و ابن حبان این حدیث صحیح است و مولا علی قاری میگه این حدیث با سند جید خوب اومده هست. و عراقی هم میگه که نبی صلی الله علیه و آله پیش از نماز چی میکرد؟ نبی پیش از جمعه 4 رکعت میخوندن. یعنی که بالاخره در نزد یک بگیم جماعت از محدثین این حدیث صحیح است. بگذار اگر که این حدیث صحتش در قول باشد، ما اینا میفهمیم که در حقیقت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله خواند است، یعنی از فعل صحابه میفهمیم و از کارباری صحابه دیده میشود. اما سنت بدن شد که از این حدیث الان گفتیم. و دیگر حدیثی که از طریق ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله بدن که میخوندن پیش از 4 رکعت و بعدش 4 رکعت بین اونها یگام جیرانه میکردن، یعنی که 4 رکعت پرا میخوندن به یک سلام. در حقیقت این روایت ابن ماجه آورده است و همون 4 رکعت بعدش ذکر کرده است و طبرانی در کبیرش ذکر کرده است. در هم میگه که حجاج ابن ارطاه و عطیه عوفی در همین 2 نفر بعضی صحبت ها هست در همین سند همین. و عینی در عمده میفرماید که حجاج صدوق هست. حجاج ابن ارطاه چی است؟ حجاج ابن ارطاه، یعنی که اون صدوق هست. میگه صدوق با معنی که حدیثش حسن هست. و عطیه باشد ابن عدی میگه که در همون صالح الحدیث هست. از چه فهمیده میشه که به حضرت عینی اون حدیثی که روایتش از بگیم که از ابن عباس میگه نبی صلی الله علیه و آله پیش از چون نماز میخوندن 4 رکعت و بعد جمعه 4 رکعت میخوندن، عینی اون صحیح میگه در عمده. و ابن معین هم این حدیث صالح میگه، یعنی که حدیثی حسن هست. خلاصه اگر که پس حدیث با سند طبرانی حسن هست، با سند طبرانی حسن هست. اما در این حدیث ها قول ها هست، از ما پیشه که خبر کردیم که این قول ها هست. ما در همون حالتی که حدیث وقتی که در اون حدیث ها قول ها باشد، کمی کم قاعده حدیث همین است که اگر همین حدیث ها بگذار که ضعیف باشند، 5-6 تا حدیث ضعیف هست، 8-10 تا حدیث ضعیف است، اما زیاد از این حدیث ها
یعنی که اینها کمی کم به طریق بگیم که به جمع احادیث حسن میبرد کمی کم. اما گفته استیم که به طریق ابن حبان، ابن معین و مولا قاری و حافظ عراقی همه اینها حدیث صحیح میگن اینها را که پیش از 4 رکعت نماز هست. اگر بعضیایی که ضعیف بگن کمی کم چند حدیث ضعیف حسن میشود که مثلا که 6 7 طریق بگیم حدیث های حسن صحیح و ثابت شده است. در حقیقت یک سندی که ما ذکر میکنیم از صحابه کرام ثابت شده است که یگان شک نیست در صحتش، اون حضرت عبدالله ابن عمر بود. امر میکرد که اینکه نماز بخونن صحابه پیش از 4 رکعت امر میکرد و بعدش 4 رکعت. صحابه کرام حق نداره به یک کار امر کنند که از نبی صلی الله علیه و ثابت نشده باشه است. ثابت شده نباشه اون حقی نداره که امر کند. خیلی ترغیب میکرد اما امر نمیکردن. این روایت عبدالرزاق در مصنفش ذکر کرده است. در نسب رویا زیلعی حافظ زیلعی بگیم محدث کبار ذکر داره و رجال همینها همشون صحیح هستند. در آثار سند اسناد صحیح میگوید. این از صحابه هست. حدیث صحابه اینه که آثارش میگن، اما آثار صحابه رو حدیث میگن. و دیگر که هست وقتی که آثار صحابه صیغه امر آمد و در برابر یه چند حدیث دیگه صحیح گفتیم، اگر که قول باشه در اونها به طریق صحیحش ذکر کردیم، این همین امر صحابه کار صحابه دلالت میکنه که اون حدیث صحیح هست که و صحابه امر کرده بودن. و دیگر حدیثی که اومدگی هست از غیر حضرت عبدالله ابن عمر هم که صحابه کرام خونده بودن و امر کردن که چی بخونن. گفته پیش از 4 رکعت سنت رو. از یه فهمیده میشود که در این باره که مثلا سنت نیست است و 4 رکعت نیست است، کدام نفری که چند قدری که میخوند بخوند این خیلی نیست. آخه صحابه کرام به هیچ امر نمیکرد و اون سندهای حدیثی ذکر کردیم پیامبر مثلا خونده بودن 4 رکعت خونده بودن و هر نفری که زیادتر میخواد الحمدلله، اما 4 رکعتش بالضبط 4 رکعت صبحگیش حدیث ها صحیح هستند. مولا قرآن در این باره صحبت کرده که هست که میگه اون حدیث هایی که در باره 4 رکعت پیش از جمعه هست این حدیث ها جید هستند سندهاشون، یعنی که سندهای خوبی دارن، مثلا که اونها قابل قبول هستند و اونها قطعی عمل کرده می شود. بالاخره که هست صحابه کرام وقتی که با امر کرد برای این کرده تأیید شد، بگیم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در حقیقت خوانده بود است که این امر کردن و تأکید کردن و خودی اونها خواندن. با بعض صحابه در روایت میگه که خودی اونها خواندن، یعنی که این سنت هست خواندنش و اینو باید بخونیم. و دیگر حدیث بخاری هست که روایت بخاری میگه که نبی صلی الله علیه و 4 رکعت سنت پیش از پیشینه در تمام روزها ترکش نمیکردن. میگه ترک نمیکردن 4 رکعت پیش از سنت پیشینه و 2 رکعت پیش چی نماز سنتی پیش از بامداد رو. این تعیین میکنه که همون 4 رکعت در همه وقت بدستگنی. اینا فهمیده میشود به طریق اشاره. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.